نیروهای شجاع و دلیر کندک پنجم عملیات‌های خاص ذوالفقار در قلوردوی 209 شاهین پس از 6 هفته آموزش‌های مسلکی نوع سلاح سنایپر توسط استادان مجرب و مسلکی افغان برای اجرای تمرینات به محل انداخت آمدند. این نیروها تمرینات خیش را با انداخت‌ها و نشان زدن هدف اجرا می‌نمایند. آموزگار این سلاح نیز آنها را برای زدن هدف بیشتر آشنا می‌سازد تا حین عملیات علیه دشمنان کشور عزیز ما بیشتر از پیش آماده باشند. هر کسی که تعلیم و تربیت بیشتر بکنه امو قدر میآموزه و امو قدر مؤثر است و امو قدر مهارت حاصل میکنه. قسمی که شما میبینین این دوستای ما بالای سلاح خود تمرین میکنن و هر قدری که یا بالای سلاح خود کار میکنن و انداختهای پیشرفته و مسلکی را اجرا میکنن امو قدر بالای سلاح خود حاکمیت حاصل میکنن. در اینجا نشان زدن هدفمند توانمندی بیشتر را به نیروهای کماندو برای از بین بردن دشمنان در میدان نبرد میبخشد. فعلا آمدیم در ازی انداخت سنیپر داریم که سنیپر خود را صفر بسازیم و در میدان ماریبا وقتی ما به جنگ میریم در از بین بردن هدف کدام مشکلی نداشته باشیم. آموزش‌های مسلکی توسط اساتید مجرب و با تجربه افغان نشان دهنده آن است که نیروهای امنیتی افغان روز به روز تواناییشان بیشتر می‌گردد و آموزش‌های نظامی و مسلکی را نیز پیش بردن می‌توانند.